ادامه بخش چهره‌های ماندگار. نصرتالله مقسوم. نصرتالله مقسوم، جانفدای ملت. خاطره نیک فرزند صادق خلق تاجیک نصرتالله مقسوم و دیگر اربابان برجسته دولتی از جمله منور شاگرداєв، تاج‌الدین عیسایев، باقی رحیمزاده، میرزا رحمتوف، محمدالله خالوف، منورشاه نظریев نه تنها برای ساکنان وادی رشت بلکه برای تمام مردم تاجیک عزیز است، زیرا آنها به خاطر پیشرفت دولت و ملت تاجیک صادقانه خدمت کردند و نام نیکشان هیچگاه از یاد خلق نخواهد رفت. در شرایط کنونی کشورمان باید هر یک فرد با ننگ و ناموس مثل مردان فداکاری که نام نیکشان ذکر شد منفعت وطن، دولت و ملت خود را از همه بالا گذاشته بهر رشد و آبادی تاجیکستان عزیز سعی و تلاش نمایند تا نسل‌های آینده با کار و نام نیک امروزیان افتخار نمایند. وطن در برابر مادر مقدسات والا بوده در سرنوشت انسان نقش حل کننده دارد. بی وطن انسان بی سرنوشت و بی قرب و منزلت است. بی سبب نیست که ارزش‌های والای وطنداری هنوز از دوران آریایی‌ها ظهور کرده در کتاب‌های مهابهارتا و اوستا توصیف و ستایش شدند. ارزش‌های وطنپرستی و ملی در زمان دولتداری سامانیان درخش و جلوی تازه پیدا نموده رشد و تکامل یافتند. اگر 1000 سال پیش دولت بزرگ سامانیان بنابر ضدیت‌های داخلی و منصب تلاشی و تخت و تاجخواهی برادران همخون زوال یافته باشد، پس همین اشتباه فاجعه بار سال 1992 در آغاز راه دولت تازه استقلال ما تاجیکان بار دیگر تکرار شد. ولی خوشبختانه محض به شرافت خرد ازلی خلق، حس وطن دوستی و وطن پروری و افتخار ملی فرزندان با ننگ و ناموس وطنمان مخالفت مسلحانه سر وقت برطرف و بقای دولت و وحدت ملت تأمین کرده شد. علاوه بر این ما باید همیشه در یاد داشته باشیم که وطن تنها مرز و بوم و حدود معین جغرافی نیست. وطن پیوند ناگسستنی نسل‌های دیروز و امروز و فردا، محافظت استقلالیت و دستاوردهای آن، پاسداشتن خاطره نیک اجدادان، حفظ و گرامی داشت میراث تاریخی و فرهنگی و سعی و تلاش دائمی به خاطر پیشرفت دولت و ملت و شکوفایی وطن اجدادی است. تمام هدفهای ما وابسته به آبادی وطن تنها در صورت وحدت واقعی و صلح و ثبات استوار عملی می‌گردند. پیغمبر اسلام حضرت محمد نیز در حدیث‌های خود فرموده است: طلب علم بر هر مسلمان و زن مسلمان فرض است، یا خود هر که علم طلب نماید خدا رزقش را کفالت کند. رسول خدا همچنین گفته است که از گهواره تا گور علم بیاموز. از این رو ما باید جوانان را بیشتر به دانش اندوزی و هنر آموزی هدایت نماییم، زیرا آنها تنها با راه آموختن علم از خود کردن اختصاص در جامعه موقع سزاوار خود را یافته با حس بلند وطن پرستی درک مسئولیت شهروندی دولت صاحب استقلال و ملت کهن بنیاد خویش را صاحبی و اداره کرده می توانند. ما افتخار داریم که تاجیکان یکی از ملت‌های قدیمترین دنیا بوده. عنعنه و سنت‌های تاریخیمان از تمدن بزرگ آریایی سرچشمه می‌گیرند. گذشتگان آریایی ما در تشکل یکی از اولین تمدن‌های بشری به واسطه سهم گذاشته همیشه غایه‌های انسان دوستی و سازندگی را تلقین نمودند. اجدادان ما از قدیم تحت شعار بشردوستانه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک حیات به سر برده در تاریخ طولانی خود هیچگاه دعوای برتریت از دیگر خلق و ملت‌ها را نکردند. بخش چهره‌های ماندگار در باب نصرتالله مقسوم جانفدای ملت ادامه دارد. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار و کارنامه نصرتالله مقسوم جانفدای ملت شناس خواهیم کرد.